کسب و کارهای خیلی زیادی هستن که فکر میکنن مشکل فروش دارن، در صورتی که اونا مشکل بازاریابی دارن. دلیلش هم به خاطر اینه که شاید تفاوت بین فروش و بازاریابی رو نمیدونن. فروش به زبان خیلی ساده یعنی اینکه محصول رو بدی، خدمات رو بدی، پولش رو بگیری. ولی بازاریابی مفهوم خیلی گسترده تره. قبل از فروش شروع میشه و تا بعد از فروش ادامه داره. برای همینه که بازاریابی نیاز به تحقیق داره، نیاز به شناخت نیاز به توسعه محصول و در نهایت نیاز به یه استراتژی داره. برای اینکه بازاریابی انجام بدیم مخاطبین هدفمون رو شناسایی میکنیم، براشون پرسونا ایجاد میکنیم، محصول تولید میکنیم، محتوا تولید میکنیم، خدمات تولید میکنیم. بعد از اون با استفاده از چنل‌های مختلف پیاممون رو به اونا میرسونیم. بعد از اینکه پیاممون رو به اونا رسوندیم ازشون اطلاعات میگیریم. با استفاده از اطلاعاتی که داریم بهشون پیام‌های دیگه در راستای اهدافمون میرسونیم و اونا رو به مشتری تبدیل میکنیم و بعد از اون دوباره این فرایند رو تکرار میکنیم و در نهایت همه داده هایی که به دست میاریم رو اندازه گیری میکنیم و این فرایند رو بهینه‌تر میکنیم. این بازاریابیه و یه قسمت کوچیک از اون فروشه.